سلام بچه‌ها، من سعیدم و خوش اومدی به چنل سعید تیوبه. اینجا قراره با هم بریم سراغ دنیایی که واقعا آینده‌مون رو میسازه، یعنی دنیای تولید محتوا و سوشال مدیا. ببین، امروز دیگه همه چی با یه گوشی و یه ایده شروع میشه. فرقی نمیکنه بیزینس داری، دنبال رشد شخصی یا فقط میخوای خودت رو رشد بدی. بدون محتوا واقعا نصف بازی رو باختی. خیلی‌ها میگن منم اگه ابزارشو داشتم میتونستم بسازم، ولی مهم اینه که ابزار مهمه ولی مغز پشتش مهم‌تره. اینجا توی سعید تیوبر قراره یاد بگیریم چطوری از همون چیزی که داریم بهترین بسازیم، چطوری ایده پیدا کنیم، چطوری لحن مورد نظر چنل خودمون رو پیدا کنیم، چطوری جلوی دوربین راحت ظاهر شیم، حتی مثل من، و حتی بفهمیم الگوریتم‌ها دنبال چی هستن که محتوای ما رو بهتر کنن. تو این چنل از آموزش‌های تولید محتوا گرفته تا کلی نکات و ترفندهای ریز رو برات دارم. با هم یاد می‌گیریم چطوری برنامه‌ریزی محتوایی کنیم، چطوری برند شخصی خودمون رو بسازیم و یک مسیر جدید و واقعی برای دیده شدن و رشد پیدا کنیم. قول میدم هر ویدیو اینجا یه چیز جدید بهت یاد بده، یه نکته، یه تلنگر یا یه دید تازه برای ساختن مسیر خودت. پس اگه دنبال محتوای واقعی و ساختن مسیر جدید هستی، لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و بیا با هم بریم دنیای تولید محتوا رو زیر و رو کنیم. من سعیدم و اینجا چنل سعید تیوبر، جایی برای بهتر شدن تو.